مقامات گمرک ولایت قتلون سال جاری 13 تن کتاب قرآن را مصادره کردند. رادیوی آزادی از قبل مسئولین خبر داد که این کتاب ها از افغانستان طریق گذرگاه پنج پایان وارد شده برای بیخطری مصادره شدند و باید اکنون کمیته دین تاجیکستان این کتاب ها را از تشخیص گذرانیده خلاصه‌اش را پیشنهاد نماید. این کتاب ها در حال حاضر در شهر بختر نگاه داشته می شوند. به اطلاع منبع آزادی، این کتاب ها بر اساس اعلامیه گمرکی یعنی رسما به قلمرو تاجیکستان وارد کرده شدند و آنها را به خاطر سنجش محتوایشان مصادره کردند. نام صاحبکاری که این کتاب ها را به تاجیکستان وارد کرده است به مقامات معلوم است، اما آنها از افشای اسم او خودداری میکنند. در ریاست گمرک ولایت قتلون گفتند که در حال حاضر انتظار اجازه کمیته دولتی امنیت ملی هستند و در صورت ممنوع دانسته شدن این کتاب ها صاحبکاران آنها را به افغانستان پس میگردانند. مقامات شماره کتاب ها را اعلان نکرد، اما به گفته مسئولان ریاست گمرک قتلون این کتاب ها که ترجمه قرآن از عربی به چند زبان بوده است با یک ماشین بارکش به تاجیکستان آورده شده. هر یک کتاب 25 کیلو وزن دارد. به این ترتیب اگر وزن عمومی بار 13 تن باشد، پس شماره قرآن ها در پنج پایان مصادره شده بیش از 5000 عدد را تشکیل می دهد. در ریاست گمرک ولایت قتلون به خبرنگاران همچنین گفتند که سال 2021 توسط گذرگاه کوکل فرخار 27000 نسخه قرآن به تاجیکستان آورده شده بود که آنها را به افغانستان باز پس گردانیدند. مقامات گمرک میگویند شاید این کتاب هایی که در اول سال 2020 وارد شدند همون کتاب هایی است که سال گذشته پس گردانیده شدند. در تاجیکستان واردات ادبیات مذهبی از خارج تحت کنترل شدید دولتی قرار داشته، چون این کتاب ها تنها از صورت تشخیص مثبت کمیته دین به معاملات برآورده می شوند. مقامات مبارزه با افراطگرایی و پیشگیری از احتمال به کشور در آوردن ادبیات افراطی را هدف چنین چاره‌های شدید مینامند، ولی سازمان‌های عمومی حقوق این اقدام مقامات تاجیکستان را باز یک قدم دیگر در راه محدود کردن آزادی‌های مذهبی و دسترسی مردم به ادبیات دینی قلمداد کرده به باد انتقاد می‌کشند.